سلام میگیم با همه دوستداران و هواداران عالمی رنگین و زیبا و تکراری کودکان. منظور شماست شماره نوبتی برنامه انگوبین طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکانه الادین. ما در هر برنامه میکوشیم تا شما را با هنر و مهارت باز خردسالی سال 22 دیگر آشنا گردانیم و این تنها بهره بالای روحی شماست دوستان عزیز. قهرمان برنامه امروزمان مدثر می باشد. او هنوز 6 سال دارد ولی نوبسته به سن کوچکی خود از دیگر همسالان با کلی فرق میکند و شعر و چیستان‌های زیاد می‌داند. خب اگر شما با دیگر پهلوهای هنر و مهارت این کودکی سال 22 آشنایی پیدا کردن خواهید، پس جریان برنامه نوبتی انگوبین را همراه باشید. و تماشابینان عزیز، قید کردن به مورد است که این زمان ما در مرکز دلخوشی کودکانه الادین قرار داریم و سرپرستی برنامه امروزه ما نیز مرکز دلخوشی کودکانه الادین می باشد. سلام مدثر. سلام. با برنامه ما خوش آمدید. خب می توانید برای تماشابینان تلویزیونی بهارستان برای همه نفرانی که شما را تماشا کرده ایستادند خود را معرفی کنید. سلام، من مدثر 6 ساله از دوی ورزاب ده سرکتاب. خیلی خوب، از شناسایی با شما شده مدثر و باوری داریم که تماشابینان تلویزیونی بهارستان که این زمان ما رو تماشا کرده ایستادند انتظار آن هستند که شما هرچی زودتر شعر و سخنهای خود را پیشکش آنها گردانید. بیایید از آن شروع میکنیم که شما درباره عائلتون کمی با ما نقل میکنید. میگفتید که شما در عائله چند نفرید؟ ما در عائله 7 نفر میباشیم. 7 نفر. خیلی خوب. اکنون گویید که اعضای عائله شما کیهایند؟ خب بابا جانم، بیبی جانم، بچه جانم، دادر جانم، اکا جانم، خواه جانم. باز؟ 7 نفر؟ اپا جانم. 7 نفر. خودتون همه رو نمبر کردید؟ خودتون در عائلتون نیستید؟ بله. هستید ها؟ خب اکنون میگفتید که شما درباره کدام اعضای عائلتون شعر میدونید؟ من؟ بله. درباره مادر میدونید؟ بله. خب مرحمت، تماشابینان عزیز با دقت تماشا کنید زیرا شعر اولینی مدثر در وصف مادر می باشد. مرحمت مدثر. مادر و جهان آدم باشد، مادر به همه دردی تو ملهم باشد. یک الله مادر زیاغای حیات، شعبه سرود اهل عالم باشد. آفرین. من باز یک شعر میدونم درباره مادر. خیلی خوب. واقعا هم تماشابینان عزیز حیرت آور نیست زیرا هر یک اشتراکچی برنامه انگوبین در وصف مادر نه کم از 2 شعر میدوند. یعنی مدثر نیز میخواهد تا شعر نوبتی خود را در وصف مادر قرائت نماید. مرحمت مدثر. گویند مرا چو زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت. شبها بر گوهر ایمان، بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف و 2 حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. تشکر زیاد. باوری داریم که مادر شما این زمان شما را تماشا کرده ایستادند و به نهایت از این غزل و شعرهای قرائت نمودهتان خوشحال شدند. همینطور؟ بله. آفرین. خب اکنون میگفتید که در وصف پدر شعر میدونید؟ بله. مرحمت. پدر تاج سرم هستی، یگانه گوهرم هستی. در این دنیا برای من عزیز و رهبرم هستی. پدر جان قسمتم هستی، تو نامی اسمتم هستی. تو فخری اعتباری من، تو شامی عزتم هستی. تشکر زیاد. خب درباره بابای بیبی چی؟ شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بید سر اول از بیبی شروع میکنیم. مرحمت.
سحر بخیزم ز خواب پیش از آفتاب اول شویم دست و روی شام نزنم من به موی سپس دو دست پیش بر سلام گویم به مادر بگویم از دل و جان سلام سلام بیبی جان بابا سلام بگویم دادا سلام بگویم هرگاه به مکتب آیم شادی ز دل نمایم سلام گویم شدان به همه استادان. آفرین. اکنون در باره بابا. من در واسه پدر باز شعر میدونم. مرحمت. چی محبوبی چی جانانی پدر جان گلی عشق دل و جان پدر جان شفیق و دلپذیر و مهربان رفیق نیک مردانی پدر جان. با من میگفتید که ما در کجا زندگی میکنیم؟ وطن ما کدام کشور است؟ وطن ما جمهوری تاجیکستان میباشد. خیلی خوب. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. شهر دوشنبه. آفرین. شما در وصف جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و یا عموما وطن شعر میدانید؟ مرحمت. وطن جان است که در جان من و توست وطن نان است که در خان من و توست وطن آینه ای آبی زلال است وطن پاکی وجدان من و توست وطن یک پاره این نوری الهی است شب افروز شبستان من و توست وطن پیوسته پیکی راد مردیست با پا ایستاده پیمان من و توست وطن عشق است عشق یار جانی وطن جانان جانان من و توست وطن در روی دستان من و توست دلی او در دل ما میزند جوش وطن در خون شریان من و توست وطن گفتن کم است وطن گفتن کم است ای جان وطن باش وطن در شانه و شان من و توست. آفرین. در باره باز میدونید. مرحمت. و همه شادی خود در غم آینده منم در خیالی وطن و دولت پاینده منم عهده دارم اگر این رشته کشاینده منم در دلی کوچک من مهر بزرگی وطن است وصفی کشور بسد آهنگی سراینده منم. آفرین. تماشاچیان عزیز متوجه باشید زیرا در برابر آن که مدثر عین زمان دو شعری پرمضمون را در وصف وطن برای ما قرائت نمود این چنین میخواهد در وصف تاجیکستان عزیز زمان باز یک شعر دیگر قرائت نماید. مرحمت. تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو از تو من ثروت نمیخواهم از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. تشکری زیاد. مادام که سخن درباره وطن می رود می گفتد که مقدسات ملی را نمبر کرده می توانید؟ بله. خوب. مرحمت. پرچم نشان سرود ملی کتاب سرخوان و زبان دولتی. آفرین. انا اکنون فرصتی آن رسیده است که شما درباره مقدسات ملی شعر گویید. می توانید؟ مثلا درباره پرچم می گفتید که پرچم جمهوری تاجیکستان از چند رنگ عبارت است؟ پرچم تاجیکستان ما
سه رنگ عبارت است که رنگ‌های سرخ، سفید، سبز را در بر دارد. پرچم تاجیکستان ما کلانترین پرچم در روی جهان می‌باشد که آن 165 متر را در بر دارد. رنگ سرخ آن جانبداری خلق برای وطن، رنگ سفید رئیس پیما باشد، رنگ سبز سرسبزی و خوره وطن می‌باشد. آفرین. اکنون درباره پرچم یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. در کفی پیساف پرچم است، از متاعی هدف پرچم است. یک نشانی وطن پرچم است، شعم و شانی وطن پرچم است. تشکری زیاد. اکنون میگفتید که سرود ملی را کی نوشته است؟ گلنظر کیدی آهنگ سلیمان تکوف. آفرین. یک پارچه آن را میتوانید برای ما زمزمه نمایید؟ بله. دیار ارجمند ما با بخت ما سری عزیزی تو بلند باد، سعادتی تو دولتی تو بگزند باد. زی دور ای زمانه ها رسیده ایم، با زیر پرچمی تو صف کشیده ایم. زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من. خب کفایه است. تشکر زیاد. ما باوری داریم که شما سرود ملی جمهوری تاجیکستان را تا آخر میدونید، ولی از سبب آنکه فرصت برای همه شعرهای شما را به تماشابینان پیشکش گرداندن کم است، ما میخواهیم که شما فقط یک پارچه آن را قرائت نمایید و اکنون میگذاریم به یعنی مقدسات دیگر. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان از چند باب و چند ماده عبارت است؟ از 10 باب و 100 ماده عبارت است. خیلی خوب. اکنون با ما گوید که درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان کدام زبان است؟ تاجیکی. زبان تاجیکی. البته اکنون میگفتید که درباره زبان دولتی یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. هر کی دارد در جهان گم کرده، در زمین و در زمان گم کرده. این نشان گم کرده و دیگره، خویشتن را به نشان گم کرده. این یک بختی جوان گم کرده است، دیگر گنج روان گم کرده است. این یک جان و جگر گم کرده است، آن یک شور و شرر گم کرده است. این یک گم کرده گر مالی پدر، دیگر پندی پدر گم کرده است. گر یک بام و در گم کرده است، دیگر نامی فر گم کرده است. آن زبانی همدلی گم کرده است، این زبانی مادری گم کرده است. از تمامی این آن گم کردگان، زشت روتر نیست در روی جهان. زان کی گم کرده زبانی مادری، حرف گوید با تو با چندین زبان. با که نگر داوری گم کرده است، یا امیدی سروری گم کرده است. زهر بادا شیری مادر برکسه، کو زبانی مادری گم کرده است. این یک قدری سخن گم کرده است، دیگر باغ و چمن گم کرده است. از زبانی مادری گم کرده لیک، میرسد روز وطن گم کرده. خب تشکری زیاد. میگفتید که این شعر را کی نوشته است؟ استاد شرالی. خیلی خوب.
اکنون من میخواستم پرسم که شما قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان را نمبر کرده میتوانید؟ بله. ما چند قهرمان داریم؟ 6 تا. آفرین. اکنون آنها را نمبر کنید. سدیدنی، باباجان غفروف، میزه ترسونزاده، امام علی رحمان، شینشاه شاه تیمور، نصرت الله محسون. خیلی خوب. از استاد ابو عبدالله رودکی یگان شعر میدونید؟ گر بر سر نفس خود امیری مردی، با کور و کرم نقطه نگیری مردی نبو فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. آفرین. به همه ما معلوم است که میرزا ترسونزاده شاعری معاصری تاجیک می باشد، همین طور نه؟ بله. و شعر و غزل های به نهایت خوب دارد. اکنون میگفتید که از میرزا ترسونزاده یگان مصرع شعر میدونید؟ بله. میدونید؟ مرحمت. تا توانی دوستان را گم نکن، دوستان مهربان را گم نکن، در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم نکن، دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم نکن. تشکر زیاد. باباجان غفورف یک کتابی به نهایت مشهور دارد. شما نام این کتاب را میدونید؟ بله، این کتاب تاجیکان است. البته که واقعا هم همین کتاب ما رو در تمام جهان مشهور گردانیدن، همین طور نه؟ بله. مدثر، مادام که شما از شاعران معاصر شعر قرائت نمودید و همزمان از استاد ابو عبدالله رودکی شعر گفتید، میتوانید بگویید که از دیگر شاعران چی شعر میدونید؟ بله. از کی مثلا؟ از کمال خوجندی. از کمال خوجندی. تماشابینان عزیز، به همه ما و شما معلوم است که کمال خوجندی اشعاری به نهایت پرمضمون دارد و این زمان مدثر میخواهد تا یک غزل را از کمال خوجندی پیشکش شما گرداند. دل مقیمی کوه جانم از تو من اینجا غریب، چون کند بیچاره این مسکین تنی تنها غریب، آرزومندی دیار خشم و یاران خش، در جهان تا چند گردم به سر و به پا غریب، چون تو در غربت نیفتادی چه دانی حال ما، مهنت غربت ندانی هیچ کس الا غریب، هرگز از راه کرم روز نپرسیدی که چیست، حال زاری مستمندی مانده از ما دور غریب، چون در این دوران نمی افتد کسی بر حال ما، در چنین شهری که می بینی که افتاد با غریب، در غریبی جان به سختی می دهند مسکین کمال، وا غریبی وا غریبی وا غریب و وا غریب. آفرین، تشکر زیاد. واقعا هم شما شعر به نهایت پرمضمون را قرائت نمودید، یعنی در وصف غریبی، همین طور نه؟ بله. آفرین. همه این شعرهایی که شما از یاد میکنید، با شما برای از یاد نمودن این شعرها کی کمک میرساند؟ مادرم. مادرتان؟ بله. یعنی استاد شما مادرتان هست، همین طور نه؟ بله. خب در وصف استاد یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. سیرتی انسان با ما استاد داد، آدمیت را با ما او یاد داد، چشم ما را ای بس و بینا نمود، بس که ما را 3 و 4 و 5 داد، او به دستی ما کلیدی گنج داد. واقعا هم درست قید کردید. خب بیاید موضوع رو عوض میکنیم. یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4 فصل عبارت است. از 4 فصل عبارت است. خب فصل های سال رو نمبر کنید. زمستان، بهار، تابستان، تیر ماه. خیلی خوب. با شما از همه این فصل ها بیشتر کدامش پسند است؟ بهار. فصل بهار؟ برای چی محض فصل بهار؟ برای اینکه همه جا گل ها مشکفن.
یعنی برای اون که طبیعت از نو زنده می شود و گلها می شکوفند همینطور نه؟ بله. خیلی خوب. در راست بهار یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیمی فورم و بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سفید آلو بسر کرد. بهار آمد چمن گل پوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. این دخترک را بینگرید. خوب سر اول میگفتید که این درباره کدام فصل است؟ زمستان. درباره زمستان بوده است. گوش میکنه مرحمت. این دخترک را بینگرید، در تن لباسی سفید، مهمان بن از دیما شده است. شادی کنید نامش زمستان بچه ها، بر پیشوازی او روید، گوید مهمان محرمت، خوش آمدید. آفرین. خوب فصل زمستان میگفتید که چگونه فصل است؟ فصل خنک است. برای چی خنک است؟ برای اون که آفتابک نور پوشی میکند؟ نه. برای چی؟ برای اینکه برف میبرد ها؟ بله. کدام فصل سال از همه گرمترین است؟ تابستان. فصل تابستان. برای چی فصل تابستان؟ برای اینکه گرم باشد، یعنی آفتابک نور پوشی میکند و هوا گرم میشود همینطور نه؟ بله. بعدا ما به کجا میرویم؟ خب فکر کنید. با آبازی همینطور نه؟ بله. آفرین. خب شما در فصل تابستان با دیداربینی بابای بیبیتان میروید؟ بله. با استراحت میروید؟ بله. آفرین. در کدام فصل همه میوه ها پخته میرسند؟ تیر ماه. آفرین. خوب بیایید با موضوع دیگر میگذاریم. تماشاچیان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه ما به شما گفتیم، مدثر شعر و چیستان‌های زیاد می‌داند. حالا باشد فرصت آن رسیده است که او به ما یک چند چیستان‌ها را پیشکش گرداند و بیایید می‌بینیم که جواب چیستان را کی زودتر شده می‌یابد. خب مرحمت، شما یک چیستان گویید. من کلی لکلکینش، چشمان بومرینش، در گلزار ببینه حال از خیلی شینه. یعنی جواب این چیستان قیچی می باشد همینطور نه؟ خب من میدانستم. باز یگان چیستان دیگر گویید. تماشاچیان عزیز، شما نیز کوشش کنید که هر چی زودتر به چیستان‌های مدثر جواب گردانید. مرحمت. یک شته زنم یک قدم میره. یک شته زنید یک قدم میرود؟ بله. خب جواب این چیستان چی باشد تماشاچیان عزیز؟ خب میگفتید که شما به این چیستان جواب یافتید. خب معلوم نیست. خب میتوانید خودتان جواب چیستان رو گویید، برای آنکه من نیز با این چیستان شما جواب یافتن نتوانستم، هرچند چیستان کوتاه بود ولی جوابش دشوارتر است. جواب این سوال میخچه باشد. جواب چیستان میخچه می باشد. واقعا هم تماشاچیان عزیز، هنگامی که ما میخچه رو میکوبیم به طرف داخل مایل کردن میگیرد، یعنی یک قدم میزند. واقعا هم درست است. خب چیستانی نوبتی. گردنش باریک، درونش تاریک، سوی فضا تنش با. خب به این چیستان من جواب ندارم. جواب این چیستان خب ایستید. تماشاچیان عزیز، اگر شما با چیستان مدثر جواب یافته توانستید، پس می توانید جواب‌های خود را به سامانه تلویزیونی بهارستان www.tv.tj روانه نمایید و ما حتما از جواب‌های شما خیلی شاد می‌گردیم. خب جواب چیستان را مخفی نگاه می‌داریم. پس از به انجام رسیدن برنامه به من میگویید ها؟ بله. اکنون من برای شما یک چیستان داشتم. آب در آب چی باشد؟ حوض گلاب چی باشد؟ آتش زند یخ کند؟ به این جواب چی باشد؟ ماهی؟ او تماشاچیان عزیز، با ماهی که آتش میزده است یخ میکرده است. نه، درست نیست. باوری دارم که هر یک شما الکی جواب این چیستان را یافتید. جواب چیستان چیست؟ تخم.
واقعا هم درست قید کرده. جواب چیستان تخم می باشد. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، چنانه که دیدید مدثر با ما یک چند چیستان پیشنهاد نمود که واقعا هم چیستان های با مضمون بودن و حتی من نتوانستم با چیستان های مدثر جوابی درست کردنم، ولی باوری دارم که هر یک شما جواب ها رو علاقه پیدا نمودید و به سامانه ما روان نمودید. خب اکنون فرصتی آن رسیده است که مدثر برای ما افسانه نقل کند. همین طور مدثر؟ بله. مرحمت. افسانه شما درباره چیست؟ چی نام دارد؟ روباه و جانورها. روباه و دیگر جانورها. مرحمت. روباه برای در حال سپاه دو جانور عجیب را دیده تعقیب میکند. جانورها راه گریز را پیشه گرفتند تا از باه نجات یابند. لیکن روباه با سرعت میدوید قریب که با جانورها نزدیک شود. یکی جانورها میگوید من در زیر این موته خاردار پنهان میشوم. دومین میگوید من در زیر این سنگ پنهان میشوم. آنها این گپ را گفته پنهان میشوم. روباه تا جای حادثه آمده از پای زدن جانورها در حیرت میافتد. روباه هفت شبانه روز در آن را انتظار میشود. عاقبت انتظار شوی در دلش میزند. روباه میرود. جانورها از مکان پنهان شدهشان بیرون میبرآیند که در پشت یکی خور سبزیده است، در پشت دیگری سنگ چسبیده است. بودن آنها یکی خرگوش و دیگری سنگ پشت. خیلی خوب. یعنی این افسانه شما با من به نهایت پسند آمد. این از آن درک می‌دهد که خب همین دو جانور عجایب از روباه پنهان شده با خرپوش و سنگ پوست مبادل گشتن. نمی‌تونه؟ بله. خب تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، باوری داریم که افسانه نقل کرده مدثر برای شما نیز پسند آمد. برای نفرانی که عین زمان با ما پیوستند خاطر رسان می‌شویم که شما شماره نوبتی برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکانه الدین تماشا کرده ایستادید و قهرمانی برنامه امروزه ما مدثر 6 ساله از ناحیه ورزاب میباشد و ما صحبت خود را ادامه میدهیم. مدثر، شما الکی 6 ساله شدید، همین طور نه؟ بله. یعنی پس از 1 سال شما را میباید به مکتب روید. بله. شما برای به مکتب رفتن آماده هستید؟ بله. یعنی چگونه آمادگی دیده اید؟ حرفا را یاد گرفتم. یعنی شما علاقه حرفا رو آموخته ایستادید، همین طور نه؟ بله. با حرفا چی شعر میدونید درباره حرفا؟ بله. حالا تماشابینان عزیز، واقعا هم قید کردن به مورد است که در تمامی کتابخانه های جمهوری تاجیکستان کتابچه های مخصوص برای کودکان تا سن 7 ساله پیش بینی شدند که در آنها با هر یک حرفی که در الفبای زبان تاجیکی است شعر گفته شده است و این زمان باید این شعرها را از مدثر پرسان میشویم و شما نیز خردسالان عزیز در خاطر دارید. مرحمت. با حرف ا شعر گویید. از همه اول است، از همه افضل است، از سروری الف باز، افسری الف باز، ارو کس الله داند، البته الله خواند. تشکر زیاد. حرفی ب. بباشد رنگ خانه، بی در و بی استانه، بیند چه در بالایش، باشد آن دود برایش، براید گر از آن دود، به خود و خود شود بود. آفرین. کنی با حرف ف گوید درباره فرهنازش شعر. فیل آزاره ندارد و کس کاره ندارد، با این همه بزرگی دل آزاری ندارد. من گمان کردم که شما درباره فرهناز شعر میگوید با حرف ف و شما درباره فیل شعر خواندید و هیچ گپ نه. انا اکنون کنی با حرف م شعر گوید یا ما بود درباره مدثر نباشد؟ به یک حرفی تنها بود، یک حرفی به معنا بود، روز همراهی آ شد، ما شد خیلی فما شد، ما چون باه شد همراه، عالم رفرنگ از ما، وای با یکی ماهی شد، سوی ده راهی شد. ما با یک ای
و با یک ای ماهی شد سوی دریا راهی شد و در نتیجه مدثر ماهی رو داشته بیرون کرده خورد. همینطور نه؟ بله. باز بله میگن. آفرین. کنی شما درباره گ حرف گ شعر گوید؟ گرنگی گردنی غاز گپ گیرد از گ آغاز که حرف گ نمی بود گپ زده هم نمی شد گپت را آب مگفتی را مگفتی. آفرین. با حرف ن کنی شعر گوید؟ نه؟ بله. من بود چون جان آدم قوت و درمان آدم زیبی در سرخان آدم عزتی مهمان آدم می پرستم نان گندم خوشهای دان گندم. اکنون با حرف خ شعر گوید؟ خوش روز مادرم دلسوز مادرم گنج یگانه ام خوش دخاورم فرزندی تو بزرگ فرزندی تو کلان مانند زندگی عمر تو جاویدان فرد ندیدم مثل تو خاکزار مرد ندیدم مثل تو بردبار خوش روز مادرم دلسوز مادرم نامی بلندی تو تا کشان برم. خیلی خوب. اکنون با حرف ق شعر گوید؟ بله. قاقو برآمد به دشت اطراف از او زیبا گشت طاقه او قاق شد خوشروی و پهماق شد. آفرین. با حرف د اکنون شعر گوید؟ ده بله. ده مانندی دانشجو دم شیند با دوزانو دا این درسش را خواند قدری دانش را داند دان که هر کی دانا شد در دل و دیده جا شد. آفرین. باز با کدام با حرف ش گوید شعر؟ ششره زیبی دره ششره وقتی که آفتاب است ششره نقره تاپ است موی بیوی هم برین ریشی بابای هم برین. آفرین. موی بیبی هم برین ریشی بابای هم برین. آفرین. خب باز با حرفی این شعر گوید؟ بله. این حرفی خوشنویس است اینقدر نفیس است ای را دلی کشاده امکان ای زیاد است ای را نویسی شاید اقبالی تو کشاید. خیلی خوب. با حرفی ل شعر گوید؟ ل حرف لاله تاب است ل حرف لاله باب است ل در لباس و منزل ل در لب و ل در دل ل هست و کس خوشگل است ل نباشم مشکل است. آفرین. مدثر میگفتید که در آینده کی شدن میخواهید؟ وقت کلام می شوم با عسکری می روم می پوشم بر سری خود من کلاهی خوش نمود محکم تسمه می بندم این خیل می مانم قدم یک و دوی و سه و چار عسکری تپا تیار که من کلام می شوم که عسکری می روم. خب و رو افتادن نشوید شما یک چند سال پس کلان میشوید و حتما به خدمت وطن مادر میروید. بله. در آخر برنامه چی گفتن میخواهید به همه نفرانی که شما را تماشا کرده ایستادند و دوستان و نزدیکانتان و تماشاگران تلویزیونی بهارستان چی گفتن میخواهید؟ سنیم که بیشتر کتاب خونه بهوده‌گردی نکنه. مدثر درست میگوید تماشاگران عزیز. بهوده‌گردی نکرده به کتابخوانی و علم آموزی باید هر یکی ما رو آریم زیرا علم محض معرفگری هر یکی ماست که هر یک شخص رو به قدر علم و دانشش حرمت و احترام می نمایند. و تماشاگران عزیز در همین جا می رسیم با فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینان کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خوش‌ذوق و صاحب استعداد با مانند مدثر و دیگر قهرمانان برنامه ما بسا زیادند و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و نوابسته به خردسالی خویش یگان هنر و مهارت مخصوص دارد و سن او تا 7 سال است پس برنامه انگوبین معرفگری استعدادی است. نشانی ما شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیونی بهارستان. همزمان شما می توانید با رقم هایی که این زمان در اکران های خود دیده ایستادید با ما در ارتباط باشید
و تماشابینان عزیز خودی رسان میشویم که برنامه امروزه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکانه علادین پیشکش شما گردانیدیم. تا دیداری نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.